در سر منبر پس بالا میشن میایه او مردم عزیزتان در پیغمبر پیش کردن. سلام همگیتان را با وجودی انکساری و تواضع و سرخمی و شرمندگی به دربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش کردم. یا رسول الله، یا رسول الله، افغان ها در بدر پیش خداوند مقام عالی داریم. اگر عملمان کم است، با سنت مطابق زندگی نداریم. یکی از صفات رحیم است، دیگر از صفات رؤوف است. به خاطر اومد در بقیه به سجده افتیدی، تمام شب گریان کردی. یا رسول الله، عرض افغان ها را قبول بکن، عرض افغان ها را قبول بکن، به درگاه پروردگار وسیله شد تا از این حالت ملت بیچاره افغان بیرون شوند. به پیغمبر گفتم که یا رسول الله، افغانستان دچار خیلی مشکلات است. اگر کسی از پیغمبر کمک بکنه چیست؟ شرک است، شرک است، شرک است، شرک